سلام عمو. تو رو خدا راستشو بگو، بابام برمیگرده خونه؟ برو بابا تو موضوع خود باش. باشه بابا، خداحافظ. راستی بابا جون، فردا تولدم و حواست که هست؟ آره بابا جون، حواسم هست. حالا نمیخواد خیلی خودتو تو زحمت بندازی یا؟ برو پدر سوخته. الو سلام آقا محمدی. آقا محمدی ببخشید، برای این حقوقم زنگ زدم. آره به خدا 3 ماه واریز نشده. یه شما که غریبه نیستی، به خدا دیگه کم آوردم. آقا محمدی به خدا فردا تولد بچه‌مه. جان اینو پیگیری کن، اینو واسه من پیگیری بکن، انشالله واسه هم یه مقدارشو بزنم. به خدا گیرم. فدای محبت آقا محمدی. خدا نگهدار. تاها بابا بیا شام. نمیخورم بابا. یعنی چی نمیخورم؟ بودو ببینم. بابا خسته شدیم دیگه، همش سیب زمینی تخم مرغ. بیا بابا بیا بهونه نگیر، همینش هم گیر خیلی ها نمیاد. بابا راستی هرچی خونه رو گشتم کادومو پیدا نکردم ها. اولا که فردا تولدته، بعدش هم من کادوتو جایی نمیذارم که تو پیدا کنی. طول سگ. بابا شوخی کردم، تو عشق منی بابا جون. بابا فردا میریم بیرون، یه کاری میکنم کلی بهت خوش بگذره، قربونت برم. بخوابون آقا، چه کاره بخوابون به حساب. احمد 1 ساعته گفتم این بارا رو ببر تو. چیه بابا چرا اینقدر زنگ میزنی؟ رسولی گفتم پیگیرم دیگه. به خدا اگه گیر نبودم انقدر زنگ نمیزدم. ای بابا 3 ماه حقوق نگرفتم، اجاره خونم عقب افتاده. به خدا شرمنده بچم شدم، یه غذای خوب نمیتونم بهش بدم. بابا همه گرفتارن دیگه، نمیبینی وضعو؟ من دارم و نمیدم. خدا از صبح تا یه بسته سیگار کشیدم. بابا یه تحمل کنین دیگه. احمد اونا رو ببر تو گفتم. آقا محمدی امشب تولد بچه‌مه، به خدا بهش قول دادم کادو براش بخرم، پول ندارم. تو رو امام حسین یه چیزی برام بزن. بابا تو هم که همش آیه یأس میخونی، من میگم وضع خرابه، همه چی رو حواس. اومدی میگی تولد بچه‌مه، ما رو سر کار گذاشتی. بیار سر کارت بابا. مجید بیا دفتر کارت دارم. سلام. بابات هست؟ آره هستش. یه دقیقه بگو بیاد بیرون، کارش داره. سلام حمید جان. سلام آقا رسولی. حاجی سلام رسون. میگم این اجاره خونه 3-4 ماه عقب افتاده، نمیخوای یه فکری بکنی؟ حالا حاجی چی نمیگه، نباید شما هم سوء استفاده کنی که. بزن دیگه داداش. چشمت، من هر جور شده جورش میکنم. خیلی شرمندم. مرسی بابا جون، دست در نکنه. قربونت بابا. ولی قول PS5 داده بودی یا؟ اونم چشم، بابات سرش بره قولش نمیره.
فقط یکم باید بهم زمان بدی. بابا میگم حالا که تولدمه بریم یه کباب بخوریم. باشه بابا بریم. برو دم در معلوم. آقا چقدر شد؟ قابل نداره 750 تومن. آقا ببخشید من واقعا الان این پولو ندارم. میشه یه چیزی گرو بذارم فردا بیارم براتون؟ یعنی چی پول ندارم؟ پول نداری بی خود میکنیم یه کباب میخوری؟ آقا من کوف بخورم کباب چیه؟ من پسرم یه دفعه گفت روم نشد بهش نبگم. نه آقا ما اینجا خیریه باز نکردیم که. زنگ بزن کی برات پول بزنه، وقتمون هم نگیر. فکر میکنه ما حالو این مرد که هیچی ندار. سلام عمو. تو رو خدا راستشو بگو، بابام برمیگرده خونه؟ تو رو خدا.